یه حرکتی بزنم، چاپر رو بردارم، چی دوتا سیفور بچسبونم زیر کونش ببریم بذاریم یه جایی. برده بریم. نبود اون دیگه مال من بود. یکی پایینه برو بزن. نبود همه یه بذار بردارم بریم دو سه تا سیفور بذارم زیر کونش. خب کجا بریم دستت نخوره خودمونو بهتره. دستت نخوره خودمونو بهتره. نه دکمه‌شو چیز میکنم. دکمه‌شو باید بزن اون آره. خب سیفور کو یه دونه دوتا کافیه؟ آره. دوتا تیرم میزنیم در کونه چاپر برای اطمینان. حالا میخوابیم با آرامش کامل. بسم الله. نه از اینجا به درد نمیخوره. بذار از این ور میخوابه معلوم نباشه خدایی نکرده. بیا بیوایت هم بردار. کریم دارم بذار خدایی نکرده معلوم نباشه ببینن نره تو کونشون. ناکن من نمیبینم چیزی. ایناهاش آقای اونجوری تابلوه که از این ور میرم. بسم الله الرحمن الرحیم. آخه ایشالله که نمیبینن ولی میبینن ها. جقی نیستن شاید هم ندیدن ها. فکر نکنم بابا کی میاد دور و برشو چک کنه مگه. آبگرید بابا میزدی دیگه. من زدم تو نزدی برو. نبود بریم بذاریمش بغل گاندراب نه ولی اونجوری تابلوه میفهمن. خب آبگرید برو یه جای خود جاسازش کن دیگه. برو دستت نخوره عبود اوفشیم. من که ندارم من. وای هایدش نکرده باشم دستم بخوره. هادتو سریع چک کن. هستش دکمه سیفور ولی نمیاره بالا واسه. هادتو چک کن شاید بری. بذارم بالا بذارمش. چاپر رو بذاریم بدویم فایت ندیم. اونا هم اصلا نمیفهمن. نمیدونم کجا بذارمش بود. من که نمیبینمش اصلا. نمیدونم. انمی آجی. برو بذار وسط جاده. فرار دیدمش اومد. ظاهر شد. عبود فرار کن. عبود نزنشون فرار کن. ما ضعیفیم بیا بابا بیا میگم. خب نه بزنینو بزنم بابا داشت شونم میذاشت. خب بابا یکی دیگه اومد اینو نزن. بیا سمت من بیا فرار کن ول کن بذار یارشم بکشه دوتایی با هم بیان سوار چاپرشم برن. بیا ما بریم یه جای گفت و زهرمار چیه؟ حاجی سوار شد یا علی یا عباس حاجی داداش سلام علیکم داداش مایک داری؟ دوستشو زده بودم داداش ویدیو در اومد مرسی جایی گفت بزن راستم برای قشنگ تو آسمون بزنمش. حاجی فرام با مزه شد.